سلام آقا، بنده موشکاف یه چیزی از بنبست ولایت میگفتم، یه چیزی دارم میبینم. گاو ولایت از سر تا دمش گیر کرده تو خمره اتمی. از یه طرف شیطان بزرگ گیر سپیش داده به عظما، ولکن معامله هم نیست. اینم از مقاله جان کری. جان کری در این مقاله در عین حال گفته همچنان امکان معامله هسته‌ای با ایران وجود داره، اما زمان رو به پایانه. وزیر خارجه آمریکا با طرح ادعا که میان حرف و عمل ایران در مذاکرات فاصله زیادی وجود داره ادامه داده ما در مذاکرات نه تنها زیاده خواهی نکردیم، بلکه تا اونجایی که تونستیم از خودمون انعطاف هم نشون دادیم. جان کری یه بار دیگه در حالی که آمریکا و چند کشور اروپایی رو به عنوان جامعه جهانی معرفی میکرد، مدعی شد ما هیچ اعتمادی به صحبت‌های ایرانی‌ها نداریم و نمیتونیم حرفاشون رو به راحتی قبول کنیم. وزیر خارجه آمریکا در مقالش در واشنگتن پست آورده تمدیدی برای مذاکرات بعد از 20 جولای وجود نداره و ایرانی‌ها باید به نگرانی‌های ما پاسخ مطلوب بدن. پاسخ جواد ظریف به این تهدیدات طرف مقابل چیزی نیست جز بیت بیت لرزیدن و چشمک و چراغ اعتدالی واسه زهرخوری کامل. اونچه که مهمه این است که آیا اراده سیاسی برای رسیدن به توافق وجود داره و اگر این اراده سیاسی وجود داشته باشه در طرف مقابل، ما با آمادگی کامل اومدیم برای اینکه توافق در پایان این دور مذاکرات حاصل بشه و انشالله تا 29 تیر ما توافق جامع رو داشته باشیم. این تازه روی قضیه است. جواد زخیم یه مقاله تو لومون نوشته، اصل حرف اونجا زده، میگه ما که زهر رو خوردیم اما جان مادر تو آبروی نداشته علی گدا رو نبری. من از همتایان خود میخواهم که در مقابل تمایل ما در پرداختن به نگرانی‌های مربوط به توانمندی‌های ما نسبت به تقاضایمان برای حیثیت و احترام با درک برخورد کنند. هرچی این ظریف زهرخور میخواد آبروداری کنه، دلواپسان نظام بند و آب میدن و اسرار زهرخوری ولایت رو اینجوری هویدا میکنن. زیاده‌خواهی های طرف امریکایی در مذاکرات واقعیتیه که رئیس جمهور ظریف و عراقچی بارها در هفته‌های اخیر به اون اشاره کردند و تیم هسته‌ای حالا که همچنان از حمایت ملی برخورداره و تجربه مذاکرات 6 ماهه رو هم داره، کاملا به این درک رسیده که امریکایی‌ها در صددند تا غنیسازی در ایران رو در حد آزمایشگاهی و نه واقعی محدود بکنند و با بهانه‌های ظاهراً اداری و فنی تحریم‌ها رو ادامه بدن. تیم هسته‌ای ایران کاملا مطلعه که امریکایی‌ها در تلاشند تا با گرفتن مجوز بازرسی‌های بی حد و حصر از توانایی‌های نظامی و موشکی ایران اطلاعاتی کسب بکنند و اون رو در اختیار تل‌آویو قرار بدن. برای هوشیاری کامل تیم هسته‌ای در دفاع از حقوق ملت ایران دعا می‌کنیم. دیگه کار از دعا و این حرفا هم گذشته. بحث برباد رفتن دار و ندار عظما و وعده سرخرمن طرف ساباست. مگه نه شربت بداری؟ آنها میگویند ایران باید بین 300 تا 3000 سانتریفیوژ داشته باشد که به مفهوم تعطیلی غنیسازی صنعتی در ایران است. از سوی دیگر طرف غربی مدعی لغو تدریجی تحریم‌ها ظرف 10 تا 25 سال می باشد که به مفهوم وعده سرخرمن و اخذ امتیازات هنگفت و نقد در برابر وعده نسیه است. حالا دیگه خود علی گدا هم قید همه چی رو زده و همچی بی عبا و عمامه شیرجه زده تو حوض علم و دانش. باید یه تور علمی بگذاریم، بیان مسئولین در بخش‌های مختلف، حالا بعض از بخش‌ها رو اینجا دوستان بیان کردن، نانو فناوری رو یکی از آقایان فرمودن، البته فقط نانو فناوری نیست، این فرمودن چاهی حفر میکنیم به نم که میرسه ولش میکنیم، نه، دارن دنبال میکنن، اون کسانی که حفار چاه هستن واقعا دارن دنبال میکنن، به جاهای خوبی هم رسیدن. خب همین رشته پزشکی، الان پزشکی کشور از جمله پیشرفته ترین پزشکی های دنیاست. ما از علوم روز دنیا و
مرزهای دانش دنیا در پزشکی چندان عقب ماندگی نداریم، خیلی نزدیک. در زمینه‌های دیگر هم همینجور، همین مسائل هسته‌ای، دانش هسته‌ای، دانش سلول‌های بنیادی و کارهای بزرگی از این قبیل فراوان هست که ما پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم. تردید خوب نیست بکنن، کسانی که اطلاع ندارن خب برن مطالعه کنن، تماس بگیرن و همونطور که عرض کردیم یه گردش علمی بگذارن و به جاهایی برسن. چی شد علی گدا؟ تا دیروز قمپوز کلاهک و قله هسته‌ای و این حرفا در میکردی، حالا افتادی تو خط پزشکی و نانو و این صحبت ها؟ میخوای بسیجی های دلواپس رو با گردش علمی خر کنی؟ نه حاجی، اینجوری نمیشه از بنبست در رفت. باید بری بالای منبر، آبرو مابرو رو بذاری کنار، بگی هم زهر خوردم هم شکر خوردم، بومبم خبری نیست. اگرم زهر رو پس بزنی و بخوای معکوس بکشی، اون وقت دیگه تو میمونی و میز چپ شده و جرقه و بو بو بوم 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 بوم. موشکار